بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، مؤمنین و موحدین، در چهارمین درس از کتاب سنه امام عبدالله ابو عبدالرحمن فرزند امام اهل سنه احمد بن حنبل رحمهم الله تعالی هستیم. دوستان عزیز، در درسای قبلی در مورد جهمیه خواندیم، روایت ها، احادیث و آیات را خواندیم، دلایلی را که سلف و صالحین ائمه اهل سنت در اثباتی که قرآن کلام الله می باشه و کلام الله سبحانه و تعالی غیر مخلوق است بیان کردیم. و چون کلام الله که از کلام صفتی از صفات الله سبحانه و تعالی می باشه و هر چیزی که صفت الله تعالی باشه هرگز مخلوق نمی باشه. و احادیث را بیان کردیم از رسول صلی الله علیه وسلم که می فرماین قرآن که از خود الله سبحانه و تعالی است، خرج منه و الیه یعود، از الله خارج شده است بر الله برمیگرده. و ائمه سلف کلشان توضیح دادن اون چیزی که از الله خارج شده و هرگز مخلوق نمی باشه. و قرآن که از علم الله سبحانه و تعالی است، در درس اولم توضیح دادیم قرآن از علم الله سبحانه و تعالی است و چیزی که علم الله باشه و مخلوق نمی باشه. کسی که میگه مخلوق است به این معناست که میگه الله تعالی علم نداشت تا زمانی که علم خدا آفرید. معاذ الله، با الله پناه میبریم از این اقوال کفری. دلایلی را از سلف آوردیم، دلایلی را از آیات قرآن، از احادیث رسول صلی الله علیه وسلم که به ده ها اقوال میشد. الحمدلله آوردیم، اینا رو بیان کردیم و روایات زیاده بود. انشاءالله کسی و درس را صحیح گوش کرده باشه، انشاءالله چیزی از اقوال سلف فهمیده و دلایل خدا فهمیده، انشاءالله باذن الله کسی را گمراه کرده نمیتونه انشاءالله. و در مورد صنف دیگری از اصناف جهمیه خواندیم که واقفه بودن، کسانی که توقف میکردن، میگفتن قرآن کلام الله است و نه میگفتن قرآن مخلوق است و نه میگفتن قرآن غیر مخلوق است، توقف میکردن. دیدیم که امام احمد رحمه الله اونا رو تکفیر کرد، گفت که اینا شر من الجهمیه، گفت اینا بدتر از جهمیه هستن. حتی اینا رو گفت اینا کسانی هستن که در دین خود شک کردگی هستن. و امروز روایت های را میاریم که اینا امام احمد رحمه الله میگه اینا بدتر از جهمیه هستن، به خاطر که فتنه جهمیه که از بر هم آشکار شد، بر هم معلوم شد. لیکن اینا که وقتی که میان میگن که قرآن کلام الله است، نمیگن مخلوق است، نمیگن غیر مخلوق است، در بین مردم شک میپرتن که مردم شک کنن به این مسئله. و در مورد فرقه دیگر از جهمیه صحبت کردیم که فرقه لفظیه بود. فرقه لفظیه کسانی که میگن تلاواتی که ما در قرآن میکنیم و قرائتی که ما میکنیم، الفاظی که در قرآن است، این حروفی که در قرآن است، گفتن این مخلوق است. میگن قرآن کلام الله است، لیکن تلاواتی که ما میکنیم این میگن این مخلوق است. و میگن که بازی دوام میتن، اینا میگن اینا رو کلام نفسی میگن که اشاعره و ماتریده به این مشهور هستن. اینا میگن که الله سبحانه و تعالی سخن گفته و میگن قرآن که از قرآن که از کلام الله میباشه. لیکن میگن قرآنی که در نزد ماست، میگن قرآنی که در نزد ماست، میگن ای کس ای صفات الله سبحانه و تعالی نیست. میگن این صفات الله سبحانه و تعالی نیست. اونا میخوان به شکل بگن، میگن که الله سبحانه و تعالی وقتی که سخن میگه صوت نداره. الله سبحانه و تعالی وقتی که میگن سخن میگه صوت نداره، در حالی که انشاءالله احادیث زیادی ما در این مورد میخوانیم. حدیث میگه که الله سبحانه و تعالی وقتی که سخن میگه، وقتی که الله تعالی قرآن نازل میکنه، وقتی که الله تعالی سخن میگه صوت داره. از موسی علیه السلام دلایل است که موسی علیه السلام بیان میکنه الله صوت الله تعالی را که شنیده بودن، چون موسی علیه السلام به الله سبحانه و تعالی سخن گفته بودن. موسی علیه السلام بیان میکنه که چه رقم آواز داشت، الله سبحانه و تعالی آواز به چه شکل شنیده بود. انشاءالله میخوانیم در درسایی که انشاءالله بعداً میاد انشاءالله.
و فرقه امروز که از می فرقه اشاعره و ماتریدیه که هستن، اینا فرقه از جهمیه می باشن، بلکه بدتر از جهمیه هستن اینها. اگر در عقاید از اینا ببینیم، اینا در توحید در توحید فقط توحید ربوبیت میدانن، توحید الوهیت نمیشناسن، توحید عبادت نمیشناسن. اینا به می اعتقاد هستن کسی بوده که کسی به الله و روز آخرت ایمان داشته باشه، میگن او چی است؟ میگن او مؤمن است. میگن و به دیدار الله سبحانه و تعالی این کار دارن. حتی اگر اونا رو بگیریم که به الله سبحانه و تعالی این کار دارن، چون اللهی که در آسمان هاست، اللهی که بالای عرش است، به او این کار دارن و الله را قبول ندارن. و فتنه از اونا کفر اینها که بدتر از کفر یهود نصارا است، بدتر از کفر فرعون است که ما در درسه اول دوم بیان کردیم که حتی فرعون شهادت میده که الله سبحانه و تعالی به آسمان هاست، لیکن اینها به همون قدر به اندازه فرعون هم نیستن. الله سبحانه و تعالی اینا را با فرعون و هامان و نمرود اینا حشر بکنه. الله سبحانه و تعالی ما را از فتنه از آنها حفظ بکنه. و در اینجا مسائلی را بیان میکنیم ان شاء الله. و برادرها را یک چیز توصیه میکنم ان شاء الله، برادرها سعی بکنن، دوستا، خواهرها، برادرایی که درس را میشنون، منهج سلف محکم بگیرن. ممکن مسائلی را شما نتونین درک بکنین، یا مسائلی که ما از اقوال سلف بیان میکنم. ما اگر اقوال سلف بخوانیم، کتاب امام احمد بخوانیم، امام بربهاری و امام خلال و لالکایی و امام ابن بطه رحمهم الله اجمعین، و کتب سلف دیگری که بودن، سفیان ثوری که پیش تیر شدگی است، گفتیم امیر المؤمنین در حدیث، امام اهل سنت را میگن، و سفیان ابن عیینه، امام حماد، امام مالک، امام شافعی و دیگه ائمه اهل سنتی که بودن، اینها همیشان در کتابهایشان تاکید کردن بر لزوم پیروی از سلف. پیروی از سلف که از لازم دانستن، یعنی پیروی از صحابه، پیروی از کسانی که از صحابه پیروی کردن. و ائمه اهل سنت همیشان در کتابهایشان بیان کردن که باید از اهل بدعت ما دور باشیم، یعنی باید از اهل بدعت دور باشیم، ما هیچ کلامی را از اهل بدعت نشنویم. ما روایت را از حسن بصری انشاءالله در درس قبلی آوردیم، و در این مورد که از اهل سنت، علمای اهل سنت، ائمه اهل سنت بابها گذاشتن در کتابهایشان، ابواب گذاشتن در کتابهایشان، و ده ها صفحه را در این مورد نوشتن که باید از اهل بدعت دوری گرفته شود، باید با اهل بدعت نشسته نشود، حرفشان گوش کرده نشود. حتی حسن بصری رحمه الله حاضر نبود که آیتی از قرآن که اونا میخوانن، آیه قرآن از اونا بشنوه، حتی حاضر نبود که یک حدیثی که اونا میخوانن حدیث از اونا بشنوه. حسن بصری رحمه الله که تابعی بزرگوار بود، سید التابعین است، او رحمه الله میگه من نمیخوام از اونا بشنوم، میگه آیه قرآن اینا بخونن و تحریف بکنن و این تحریفشون در قلب ما تاثیر بگذاره. و همینطور از ده ها سلف نقل است که سلف ما را منع میکردن از اهل بدعت چیزی را بشنویم. از این خاطر مسائلی که شما بیان میکنم برادرها، این مسائل که از این کتاب اهل سنت است، ان شاء الله همه‌تون به احترام دارین، به امام احمد احترام دارین، به فرزندش احترام دارین، به سفیان ثوری و شافعی و مالک و دیگه ائمه اهل سنت بودن. و کل از اونها کسی که خود مسلمان بگیره، مؤمن بگیره، ان شاء الله به اینا احترام داره و سعی میکنه اقوال اینها رو قبول کنن، چون اینا ائمه اهل سنت بودن. از این خاطر به شما میگم برادرها، وقتی اقوال از اینا به شما نقل میشه، اقوال از اینا رو قبول بکنین، و چون اونا کسانی بودن که یا صحابه را دیده بودن یا از صحابه پیروی کرده بودن، از کسانی پیروی کرده بودن که صحابه را دیده بودن. اونا واقعا کسانی بودن که در منهج سلف قدم گذاشته بودن، در منهج صحابه قدم گذاشته بودن. و سعی بکنین که از اهل بدعت خود دور بگیرن. نگین که باش قول ازیرم گوش کنم، قول ازیرم گوش کنم، نه، به این شکل نباشین. چون اهل سنت سلف ما که است، ما را منع کردن ما که بریم اقوال کسی دیگر بشنویم، اقوال اهل بدعت بشنویم. حتی نقل کردیم که آیه قرآن از اونا نمیشنیدن، چه برسه که دلایل باطل و دلایل وحیشون رو بشنویم. و کسانی که این بدعت ها را آوردن، اینا کسانی بودن که مردمی بودن که مردم کلامیه بودن، مردم فلاسفه بودن، کسانی که از پیش خود رأی میدادن، از پیش خود سخن میگفتن و هر چیز بر عقل خود فیصله میکردن. و امروز کسانی که میگن که الله سبحانه و تعالی بالای عرش نیست، و با عقل خود میان سخن میگن، با عقل خود حرف میزنن، عقل خود میخوان که از نقل پیش بدارن، و اینا کسانی است که با الله و رسول مخالفت کردن، با کتابش مخالفت کردن. سعی بکنین که اقوال آنها را هیچ وقت گوش نکنین، چون کسانی که گپا را نقل میکنن و شیطان هم سعی میکنه که اقوال از اونها را تزیین بکنه و زینت بده. و در امام لالکایی رحمه الله در کتابش میار از ائمه اهل سنت، از سفیان ثوری، از اونها نقل میکنه که شیطان اگر میبینه که بنی آدم از کدام طریق گمراه میسازه، اگر از طریق
از طریق استغفار نتونست گمراه کنه. یعنی بنده گناه میکنه، باز استغفار میکنه، گناهش الله میبخشن. سعی میکنه از طریق او را گمراه بکنه که اصلا او استغفار نکنن، او را بدعتی میسازه، از راه بدعت او را گمراه میسازه که او اصلا توبه نمیکنن، اصلا پشیمان به کارش نمیشه و به همین شکل از دنیا میره که در حالی که بی ایمان از دنیا میره. اقوال سلف ما بخونیم که امام لالکایی رحمه الله ابواب گذاشته و ان شاء الله در این کتاب هم میاد، در کتاب سنه عبدالله میاد، در کتاب دیگر سلف است که اینو از رسول صلی الله علیه و سلم، از صحابه و سلف اینو ثابت میکنن. کسانی که بدعت آوردن در دین، در عقیده بدعت آوردن، اینها کسانی هستند که از ایمان خارج شدن، از ایمان خارج شدن و الله سبحانه و تعالی توبه از اینا را حتی در حدیث میگه توبه از اینا الله تعالی قبول نکرده. ان شاء الله میارم، ان شاء الله اقوال میارم. ممکن بعضی چیزا که از شنیدنش برای بعضی دوستا که از کمی سخت تمام شود، چون دین غریب شده، مسائل غریب شده، کلمات حق گفتن، کلمات حق شنیدن و تحمل کردنش کمی سخت است. از الله سبحانه و تعالی بخوایم که الله تعالی هدایت کنه، الله تعالی در قلب ما هدایت پرت و الله سبحانه و تعالی دل ما را بگشاید برای قبولی حق. الله سبحانه و تعالی آنچه که حق بود امور الله سبحانه و تعالی به ما نشان بده و پیروی از او ما نشان بده. از این خاطر به برادران میگم که سعی بکنین که هیچ وقت قول اهل بدعت نشنوین. شما نگین که باش که قول از شنیدیم، در درسای از شنیدیم، ما بریم درسای کسایی که اشعری هستن، ماتریدی هستن، درسای اونا رو بشنویم ببینیم که گپ از اونا چی است. نه، هیچ وقت به این شکل نباشین. سلف منع کردن برادرها، سلف منع کردن که با آنها ششته شود، سلف منع کردن با آنها سخن گفته شود. از سلف نقل است که عبدالله بن مبارک رحمه الله یک دوستی داشت، یک رفیق داشت که او را دید که با یکی از بدعتی‌ها که از یک جای غذا خورده بود. 1 ماه یا 2 ماه به او سخن نگفت، در حال یعنی فقط همین قدر شنیده بود که او با بدعتی نان خورده در یک جای. و به همین شکل یک روز یکی از ائمه سلف کسی را دیدن، خودش سنی بود، از اهل سنت بود، دیدن که با یک بدعتی در یک مسیر راه میره، در یک جای راه رفته است. میگه 2 ماه و ما حرف نزدن، تو چرا با این بدعتی راه رفتی؟ چی برسه به این که سخن از اونا رو بشنوه، چی برسه به این که بره در مدارس از اونا درس بخونه، چی برسه به این که از اونا کسی سند فراغت بگیره. ما گفتیم امروز کسانی هستن میگن ما علم ما مختیم. منظورشون از علم چی است؟ علم او است که یعنی رفتن پیش کسانی که اشاعره هستن، ماتریدی هستن، پیش کسانی که یا جهمی هستن، مدخلی هستن، مرجئه کفار هستن، رفتن پیش اونا درس خواندن، سند گرفتن و به همین سندی که از اونا گرفتن افتخار میکنن، در حالی که سلف ما را نهی میکردن از شنیدن یک سخن، از شنیدن آیتی از قرآن که از اهل بدعت بشنویم. چی برسه به این که برن در شاگردی از اونا را بکنن، چی برسه به این که برن با اونا کس یک جای درس بخونن، با اونا یک جا باشن. و سفیان ابن عیینه رحمه الله، سفیان ثوری رحمه الله در یک جای داخل میشه، در شهر بصره داخل میشه، میبینه که مردم در گرد ربیع جمع میشن، مردم زیاد جمع میشن. پرسان میکنن مردم، میگه برای چی اینجا جمع میشن؟ میگن درس میخوانن. میگه عقیده او چی است؟ میگن عقیده از سنت است. میگه اندیوالایش کی است؟ رفیقایش کی است؟ میگن قدری است. میگن پس او قدری است. میگه پس او قدری است. فهمیدن؟ یعنی بیان میکنه که الله سبحانه و تعالی میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانه من دونکم، شما دوستان غیر خود نگیرین. یعنی الله سبحانه و تعالی ما را نهی کرده که از اهل بدعت کسانی را دوستی بگیریم. ما وقتی که اهل بدعت میگیم در مسئله عقیده، در مسائل ایمان که میگیم اینا کفار هستن، قدریه، مرجئه، جهمیه، اشعریه، ماتریدیه، کسانی که اینمی اقوال در سلف هم بیان کرده بودن یا در خلف هم بودن، اینا اهل بدعت هستن. لیکن اهل بدعتی هستن که کفر کردن، کافر شدن اینا با بدعتایشون. و در این درسی که ما شما میخوانیم بابی را که امام عبدالله گذاشته، بابی است که میگه مسائلی که در مورد جهم و در مورد بشر مریسی است، آنچه که از سلف، از پدرش، از ائمه سلفی که بودن در مورد جهم و بشر مریسی شنیده و از اونا روایت میکنن. خواجه عبدالله انصاری در کتاب خود ذم الکلام میفرماید و اما فتنه انکار کلام الله فاول من زرعها جعد بن درهم. میگه فتنه انکار کلام الله سبحانه و تعالی را اولین کسی که ایرا کشت کرد، اولین کسی که ایرا گفت، او جعد بن درهم بود. فلما ظهر جعد قال الزهري وهو استاذ ائمه الاسلام زمان اذ ليس الجعدي من امه محمد صلی الله علیه وسلم. زمانی که جعد بن درهم آمد اقوال کفری از خود نشان داد، در همون زمان که زهری که از ائمه اهل سنت بود، از ائمه مسلمان ها بود، او بیان کرد که جعد از امت رسول صلی الله علیه وسلم نمی باشه. فاخذ جهم بن صفوان الترمذي منه هذا الكلام فبسطه وطراه ودعا اليه فصار به مذهبا لم يزل هو يدعو اليه الرجال وامراته زهره تدعو اليه النساء حتى استهوى خلقا
من خلق الله كثيرا. میگه جهم بن صفوان جعد بن درهم علم گرفت، درس گرفت، اینمی کلام مسئله کلام موضوع گرفت و ایره مذهب خود جور کرد و مردم به سوی از دعوت میکرد و زنش زهره زنا رو دعوت میکرد، خودش مردا رو دعوت میکرد تا که خلق کثیری را، تا مردم زیادی را گمراه کرد. فاما الجعد بن درهم فضحى به خالد بن عبد الله القسري على رؤوس الخلائق وما له يومئذ نكير. اما جعد بن درهم خالد بن عبدالله او را قتل کرد، او را ذبح کرد. ما شما در درس قبلی هم بیان کردیم، در روز عید بود. خالد رحمه الله والی بود، اعلان کرد که گفت ای مسلمانا ضحوا تقبل الله ضحاياكم، گفت قربانی بکنین الله قربانیای شما را، ذبح شما را قبول بکنه. فانی مضح بجعد بن درهم، گفت ما جعد بن درهم ذبح میکنم به خاطر که جعد گفتگی است که الله سبحانه و تعالی با موسی سخن نگفته. و این در سال 120 چند هجری بود، در سال 120 چند هجری بود. اما جهم بن صفوان کس ایره کس سلام ابن احوز که امیر عراق بود ایره قتل کرد، گردن ازیر زد. زمان گردن ازیر زد کل اهل علم به موجود بودن، اهل علم شاهد بودن و کل اهل علم حمد الله را گفتن، الله را شکر گفتن. و این فتنه که در اصل از ترمز، از این خراسان امروزی یا از منطقه ازبکستان که از این منطقه خیسته بود، جهم از زمینه بود. و بعد از اینکه از آیساسه فتنه از زیاد شد تا که مسئله به عراق رسید، بعد به دیگه مناطق رسید، تا از اونها که از ابن ابی دواد یکی از رؤوس جهمیه شد در زمان امام احمد و بشر مرسی شد. فملأ الدنيا محنه والقلوب فتنه دهرا طويلا، یعنی امتحان زیادی آمد، بر سختی های زیادی آمد. و فسلط الله عليهم علما من اعلام الدين اوتی صبرا في قوة اليقين ابا عبدالله احمد بن حنبل. الله سبحانه و تعالی در مقابل اهل بدعت، زمانی که احل بدعت به اوج خود رسیدن، قدرت به دستشان افتاد، خلافت به دستشان افتاد، خلیفه کافر شد، مأمون بود، بعد از او که از معتصم کافر آمد. اینا کسانی بودن که ائمه اهل سنت شکنجه میکردن، قتل میکردن و مردم وادار میکردن به اینکه بگن قرآن مخلوق است. و الله سبحانه و تعالی در مقابل از اینا که از امام اهل سنت احمد بن حنبل رضی الله تعالی عنه را آورد و امام اهل سنت 20 سال در مقابلشان مبارزه کرد، چندین سال شکنجه و عذاب و سختی ها را دید، تبعید شد تا که الله سبحانه و تعالی حق پیروز کرد و الله سبحانه و تعالی به امام احمد نشان داد، پیروزی حق نشان داد. و بعد از او که از کسان دیگر پیدا شدن که آیساس همین فتنه را که از ادامه دادن، که باز بعد از قرن 3 که از ابوالحسن اشعری پیدا شد و بعد از او که از ابو منصور ماتریدی پیدا شد. به همون شکل آمدن تا زمان ما که از این ادامه داره و به هر زمان کفریات از اونها ادامه داره. و الله سبحانه و تعالی به همین شکل بندای خود امتحان میکنه، چون جنت رفتن آسان نیست و به جنت الله که بندای بسیار کم الله میرن. و الله سبحانه و تعالی در قرآن خبر داده است و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. کسانی که میگن ما ایمان آوردیم، الله میگه اکثرش مشرک است. از کسانی که ایمان آوردن به الله اکثر از اونها مشرک هستن. اینا از اما اقسام مردم هستن. اینا کسانی هستن که دعای ایمان به الله کردن لیکن مشرک شدن، کافر شدن. زنجانی یک منظومه ای که داره، زنجانی در از میگه جهم بن صفوان که بود، ای از اهل سمرقند بود، یعنی از ازبکستان بود. خرج الى العراق، به عراق رفت و کان یخشی مجلس ابی حنیفه، و در مجلس ابو حنیفه میشست و در درسای ابو حنیفه میشست و در مذهب کس، در مسئله فقه کس به مذهب ابو حنیفه بود. ثم احدث مقالات خبيثه منها ان علم الله محدث و کلامه محدث. و سپس سخنای خبیث را آورد. این میگفت که علم الله کس یعنی خلق شدگی است، میگفت علم الله جدید است، میگفت خلق شدگی است، پیدا شدگی است. و کلام الله سبحانه و تعالی را میگفت که خلق شده و پیدا شده. گفتم کسی که میگه قرآن مخلوق است، قرآن کس از علم الله سبحانه و تعالی است و قرآن هم علم الله تعالی است و هم کلام الله سبحانه و تعالی است. این هر دو صفات از صفات بارز الله سبحانه و تعالی میباشه. کسی بیا اینا را که یعنی وقتی میگه قرآن مخلوق است، هدفش این است که علم الله تعالی مخلوق است، الله تعالی علمشه، یعنی بعد استغفر الله میگه الله تعالی علمش آفریده، یعنی الله تعالی قبل از اینکه بیافرینه علم نداشته، معاذ الله. یا کسایی که میگن قرآن مخلوق است، منظورشون نیست که یعنی کلام کس، یعنی سخن گفتن الله سبحانه و تعالی کس او مخلوق است، در حالی که ما میگیم کلام کس صفتی از صفات الله سبحانه و تعالی میباشه.
جهمی بن صفوان که مذهب جبریه داشت و میگفت که الله سبحانه و تعالی میگفت خلق مجبور کردگی است بر کفر معاصی میگفت، و همچنین میگفت که ان الایمان علم القلب بوجود الله دون الاقوال والعقد والعمل، و میگفت که ایمان همی است که کسی با قلبا میگفت با وجود الله سبحانه و تعالی ایمان داشته باشه، قلبا قبول بکنه. و مثال از امروز جهمیه زیاد هستن و جهمیه امروز هم در لباس اهل سنت داخل میشن، در لباس سلفیت داخل میشن، میگن ایمان خدا داره، میگن به الله ایمان داره، به روز آخرت داره ایمان داره، میگن به قلبش خود مؤمن است، میگن ما ایرا تکفیر کردن نمیتونه ولو که هر کفر انجام بده. و به همین شکل همین سخنه که از فخرالدین رازی هم میگه فخر الشرک رازی، فخر الکفر رازی، و امثال از این ائمه اشعری و ائمه ماتریدی که بودن، امثال اینا به میگه میزنن که میگن ایمان کس علم به قلب است. وكان ترك الصلاة نيفا و40 يوما متعمدا وقال أنا في مهلة النظر حتى يصح لي ثبوت من أعبده. و میگن 40 روز نماز قصدن ترک کرد و میگفت ما تا حال کس یعنی رب خود صحیح نشناختم، یعنی ما منتظر از هستیم که رب خود صحیح بشناسم و با صحیح عبادت بکنم. و ان الجنة و النار ما خلقتا بعد، و این گفته بود جنت و دوزخ کس یعنی خلق نشدگی است، و در حالی که الله سبحانه و تعالی را بیان کرده. و این کسی که میگه جنت و دوزخ خلق نشده، یا که میگه و انهما یفنیان آخرا، یا کسی که میگه جنت و دوزخ آخر فنا میشه از بین میره، اینا کلش تکذیب آیات قرآن است که ما در درس اول و دوم اینا بعضی آیات خواندیم و توضیح دادیم. وله فضائح غیر قلیل مما ینافی السمع والعقل، میگه از او رسوایی های بیشتری هست که اصلا کم نمی باشه و که حتی نه گوش میتونه او را بشنوه نه عقل میتونه او را بقبوله و تصور بکنه. فرفع امره الى سلم من احوز، و مسئله از یک از به سلم من احوز پیش شد که او امیر در عراق بود از طرف منصور، فجمع العلماء و احضر و سأله عن مقالاته و قرره ببعضه، فاجمع العلماء حين سمعوا ذلك على ان قائل ذلك ومعتقده ملحد خالع ربقة الدين. میگه علما را جمع کرد و علما را حاضر کرد و سخنای از را گفت، و اونا علما به او گفتن که کسی که سخنا را میگه او ملحد است، او کافر است و از اسلام خارج شدگی است. فامر بقطع یده و رجله و صلبه، و امر کرد که دستایش قطع شود و پاهایش قطع شود و به صلیب آویزان شود. و بعد از او کسی نبود که سخن بگه تا که بعد از مدتی بشر مریسی آمد. بشر مریسی از انبار عراق است که پدرش یهودی بود و پدرش هم کسی بود که اینمی سخنایی را که ای خودش در اسلام آورد پدرش در تورات آورده بود و او چیزی که ای در قرآن سخن گفت و همین سخنها را که از پدرش گفته بود. و کان یتفقه علی مذهب ابی حنیفه، و در فقه از به مذهب ابی حنیفه بود. و کان یذهب فی القرآن و فی نفی الصفات مذهب جهم، و در مسئله قرآن و در نفی صفات الله تعالی به مذهب جهم بود. و کان یخالف جهما فی الایمان، و در مسئله ایمان کس با جهم کس مخالف بود، چون جهم میگفت که ایمان کس قلبی است میگفت، لیکن او میگفت که انه قول و تصدیق، نه میگفت که ایمان کس قول است و تصدیق است. هم گپی که ابو حنیفه میگه و هم گپ میگه چون به مذهب از او بود. اقوال را میخوانیم از خود از این کتاب میخوانیم که ائمه اهل سنت را تکفیر کردن و خون از را مباح دانستن. و بشر مریسی که در سال 218 هجری هلاک شد و گفتم در زمان خودش پیشوای جهمیه بود و کل اهل علم کل ائمه اهل سنت را تکفیر کردن و فتوای قتلش صادر کردن و زمانی که هلاک شد همه خوشحال شدن به مرگ از او. و امام احمد رحمه الله میگه کان المریسی صاحب خطب لیس بصاحب حجج. امام احمد میگه او فقط یک سخنران بود، میگه صاحب دلیل نبود. کل از اینا به این شکل بود. اگر اهل بدعت که ببینیم اینا هیچ کدامشون دلیل از قرآن و سنت ندارن، دلیل هیچ کدام از سلف ندارن، از صحابه دلیل ندارن، بلکه کلش سخن است و از آیات متشابه پیروی میکنن، از متشابهات دلیل میارن و کلشان سخن از عقل خود گم میزنن. بعضی ممکن سخناشون شیرین سخن بگن و گپایشون شیرین باشه تا بتونن مردم گپ بتن. رسول صلی الله علیه وسلم در حدیث میگن که بعضی از بیان ها سحر می باشه، بعضی از سخنرانی ها که از خودش سحر است، نوعی از سحر است. یعنی به این شکل بود، یعنی اینا سخن میگفتن و شیطان هم که از یعنی فتنه را که زیادتر میکرد تا بندهای زیاد الله را گمراه بسازن. امام عبدالله رحمه الله روایت میکنه از یزید ابن هارون که از ائمه اهل سنت است رحمه الله تعالی، میگه
لعن الله الجهم، الله لعنت کنه جهمه. و من قال بقوله، و هر کسی که قول جهم بگه. جهم خو یک ایره نمیگفت قرآن مخلوق است. جهم ایره انکار میکرد که الله سبحانه و تعالی بالای عرش واسه، میگفت که الله تعالی در هر جا هست. و جهم ایره انکار میکرد که الله سبحانه و تعالی صورت داشته باشه، الله تعالی دست داشته باشه، الله تعالی ساق داشته باشه. این همین صفاتی را که امروز اشعریه و ماتریدی انکار میکنن. این همین صفاتی را که امروز ملا علی قاری و فخر الشرک رازی و امثالشان تفتازانی و نصفی و ابن حجر هیتمی و ابن حجر اسقلانی و نووی امثالشان انکار میکنن. اینمی صفات را که اینا انکار میکنه، اینمی صفات که جهم انکار میکرد. چه رقمی که یزید ابن هارون به اونها لعنت فرستاده، ما به اینا لعنت میفرستیم. لعنت الله به ماتریده و اشعریه باشه، لعنت الله به کسانی باشه که صفاتی از صفات الله سبحانه و تعالی تعویل کردن یا تعدیل کردن یا انکار کردن. یزید ابن هارون رحمه الله میگه کان کافرا جاحدا، میگه جهم که بود کافر بود و جهل میکرد در کفرش. و ترک الصلاة 40 یوما، 40 روز نماز ترک کرد. یزعم انه یرتد دینا و ذلك انه شک فی الاسلام، او شک کرده و در اسلام شک کرده بود. قال یزید قتله سلمی بن احوز على هذا القول، میگه که سلمی بن الاحوز که امیر عراق بود او را قتل کرد. و مقاتل ابن سلیمان میگه، گفتم یکی از مفسرین است، و میگه ان جهما والله ما حج هذا البيت قط ولا جالس العلماء وانما كان رجلا اعطي لسانه. میگه جهم کس کعبه را که از خانه الله را حج نکرده بود و نه در مجلس علما نشسته بود. علما که میگه علمای سلف، علما که میگه یعنی سلف، کسانی که از صحابه آموخته بودن یا کسانی که از اونها آموخته بودن. میگه انما کان رجلا اعطی لسانه، فقط همین قدر بود که زبان داشت. اینا با زبان خود مردم کافر ساختن، مردم که از در کفر شرک بردن. و امروز زیاد مردم است که با زبانشان مردم در کفر شرک میبرن. و مردم هم طوری هستن، اکثر مردم که دنبال از این نمیگردن که ای از قرآن و حدیث دلیل داره یا نداره. مردم دنبال از این هستن که نفر چه رقم با شیرینی گپ بزنن و نفر فریب بده و گپش قبول بکنن. و روایت دیگری که از ابا نعیم بلخی است، میگه سمعت رجلا من اصحاب جهم كان يقول بقوله وكان خاصا به ثم تركه وجعل يهتف بكفره. ابو نعیم بلخی میگه ما شنیدم از یکی از یاران جهم که یک زمان مثل جهم سخن میگفت و یکی از دوستان نزدیکش بود، لیکن سپس او را ترک کرده بود و کفریات از او را بیان میکرد. و میگه که رأیت جهما، میگه جهم یک روز دیدم که سوره طه را باز کرد. فلما اتى على هذه الآية الرحمن على العرش استوى قال لو وجدت السبيل الى حكها لحككتها معاذ الله. گفت زمانی که قرآن باز کرد سوره طه را میخواند به آیه الرحمن على العرش استوى رسید که الله سبحانه و تعالی بالای عرش قرار گرفته است، الله سبحانه و تعالی بالای عرش نشسته است. میگه جهم گفت لو وجدت السبيل الى حكها لحككتها، گفت اگر راهی میافتم برای از بین بردن از این آیت که از برای دور کردن آیت از این قرآن، گفت حتما انجام میدادم. لعنت الله بر کافر باشه و پیروانش باشه. ثم افتتح سورة القصص فلما أتى على ذكر موسى صلوات الله عليه جمع يديه ورجليه ثم دفع المصحف ثم قال أي شيء هذا استغفر الله واتوب إليه. میگه سپس به سوره قصص رسید، سوره قصص و قصه موسی علیه السلام رسید که الله سبحانه و تعالی موسی علیه السلام بیان میکنه که انی انا الله، ما الله سبحانه و تعالی هستم. و بیان میشه که الله سبحانه و تعالی با موسی علیه السلام سخن گفتگی است. میگه این کافر لعین، کافر نجس، میگه پای خدا و دستای خدا جمع کرد و میگه مصحف او طرف انداخت، گفت این چی است؟ معاذ الله، نتونستی تحمل بکنه آیات قرآن. و روایت دیگر از عاص بن علی از میگه نظرت جهما فلم يثبت ان في السماء ربا جل ربنا عز وجل وتقدس. میگه با جهم مناظره کردم، گفتگو کردم، دیدم که او ثابت نمیکنه ای که در آسمان ربی باشه، الهی باشه، اقرار به این نداره که در آسمان ربی باشه، الهی باشه. و مثل جهمیه امروز، مثل ماتریده و اشاعره کفار امروز علیهم لعین الله. و ابو بکر ابن شیبه رحمه الله از ائمه سلف از روایت میکنه، میگه از وکیع ابن جراح شنیدم که او از ائمه اهل سنت میباشه. وکیع ابن جراح و از اساتید امام اهل سنت احمد ابن حنبل رحمه الله است. میگه و سئل عن القرآن، از او در مورد قرآن پرسیده شد، گفت القرآن کلام الله، گفت که قرآن کلام الله سبحانه و تعالی است. و از بشر مرسی در به وکیع رحمه الله یاد شد، فذكره وکیع حتى شتمه، میگه از بشر مرسی یاد کرد، میگه او را دو زد. فقلت لأبي بكر بن أبي شيبة أنت سمعت وكيعا يقول هذا؟ راوی روایت میکنه، میگه ما به ابو بکر بن ابی شیبه گفتم
راوی کی است در اینجا؟ راوی کی است؟ امام عبدالله امام عبدالله ابن احمد. میگه ما به ابوبکر بن ابی شیبه گفتم تو از وکی سخن شنیدی؟ گفت نعم سمعت وکیعا یقول هذا. گفت بله من این شنیدم از وکیع. و امام خلال روایت میکنه از وکیع رحمه الله که مریسی را لعنت میکرد، میگفت لعنه الله. و در کتاب خلق افعال العباد از امام بخاری رحمه الله است که از وکیع نقل میکنه، میگه علیه و علی اصحابه لعنت الله، میگه بر مریسی و بر یارانش لعنت الله باشه. و روایت دیگری که از ابا عصمت میگه سمعت ابن المبارک یقول خیبة للابناء ما فیهم احد یفتک ببشر. و در اینجا امام عبدالله ابن مبارک رحمه الله میگه آیا میگه در بین جوانها در بین فرزندها کسی نیست میگه همین بشر میگه قتل بکنه، بشر از بین ببره. و روایت دیگری است که از شبابه بن سوار است، میگه اجتمع رأي ورأي أبي النضر هاشم وجماعة من الفقهاء على أن المريسي كافر جاحد نرى أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. میگه نظر ما و نظر ابی نضر هاشم و جماعت از فقها به این است که مریسی کافر است. میگه ما میگیم که توبه داده شود، اگر توبه نکرد گردنش زده شود. و روایت دیگر از محمد بن ابی کبشه است. اینا کلش از کسانی هستن گفتم از قرن 2 هستن، همه ائمه که از قرن 2 می باشن، کدام یک از اینا ضعیف نیست، کذاب نمی باشن اگر کسی بیا روایت از اینا را رد بکنه. میگه سمعت هاتفا يهتف في البحر ليلا فقال لا إله إلا الله كذب المريسي على الله عز وجل. قال ثم هتف ثانية فقال لا إله إلا الله على ثمامة والمريسي لعنة الله. محمد بن ابی کبشه میگه ما در بحر بودیم در کشتی سوار بودیم که یک هاتف را صدای را شنیدیم که آواز زد که هیچ الهی نیست بجز الله، لا اله الا الله. و آواز آمد که دروغ گفتگی است که مریسی بر الله سبحانه و تعالی، مریسی دروغ گفتگی است که الله سبحانه و تعالی با موسی علیه السلام سخن نگفته باشه، مریسی دروغ گفتگی است که الله سبحانه و تعالی صورت نداشته باشه، الله سبحانه و تعالی دست و ساق نداشته باشه و الله تعالی بالای عرش نباشه. میگه سپس آواز دوم آمد که لا اله الا الله علی ثمامه والمريسي لعنت الله، هیچ اله نیست، هیچ معبود نیست مگر الله سبحانه و تعالی، بر ثمامه که دیگر از داعیان دعوتگران جهم بود، بر ثمامه و المريسي لعنت الله باشه. و راوی میگه کان معنا فی المرکب رجل من اصحاب بشر المريسي فخر میتا، میگه با ما یکی از یاران بشر مریسی بود، میگه وقتی این آواز شنید میگه دفعتاً افتاد و هلاک شد، مرد. روایت دیگر است که عبدالله القاضی روایت میکنه، میگه سمعت اخي عبد الرحمن ابن عبدالله ابن سوار يقول كنت عند سفيان ابن عيينة فوثب الناس على بشر المريسي حتى ضربوه وقالوا جهمي. میگه ما در نزد سفیان ابن عیینه رحمه الله نشسته بودیم که مردم یک دفعه چی شدن که بشر مریسی آمدگی است. میگه مردم را زدن تا که به او میگفتن جهمی. فقال له سفیان ابن عیینه رحمه الله میگفت یا دویبه یعنی کلمه حقارت است، کلمه بسیار انسان دابه بر حیوان گفته میشه، بر کسی که زنده جان باشه بر حیوان باشه، یعنی او را یعنی پستر از حیوان، ای کسی که پستر از حیوان هستی. الم تسمع الله عز وجل يقول الا له الخلق والامر فاخبر عز وجل ان الخلق غير الامر. میگه سفیان رحمه الله به او میگفت که آیا نشنیدی که الله سبحانه و تعالی گفته است که خلق و امر از الله تعالی است؟ الله تعالی اینجا خبر داده که خلق جداست و امر جداست. و در تاریخ بغداد میاره با سفیان ابن عیینه گفته میشه که بشر المریسی میگه که ان الله لا یرى یوم القیامه، گفته که الله تعالی در روز قیامت دیده نمیشه. فقال قاتله الله دویبه، گفت الله ای دویبه را ای حیوانچر الله تعالی را هلاک بکنه. و در تاریخ بغداد ابوبکر ابن خلاد باهلی روایت میکنه، میگه ما در نزد ابن عیینه بودیم که بشر مریسی آمد در نزدیک همونجا آمد. میگه ابن عیینه گفت که بزنین او را، گفت را بزنین. گفت قال ابن خلاد فانا فی من ضربته بیدیه، راوی میگه ما از کسایی بودم که میگه بشر مریسی رو لات کردیم زدیم. میگه روایت دیگری که از امیر المؤمنین هارون الرشید است، میگه بلغنی ان بشر المریسی یزعم ان القرآن مخلوق لله علیه ان اظفرنی به لاقتلنه قتله ما قتلته احدا قط. گفت به ما خبر رسیده است که بشر المریسی میگه قرآن مخلوق است، گفت قسم به الله الله را به دستم بده این را قتل بکنم که هیچ کسی را مثل او قتل نکرده باشم.
راوی روایت میکنه میگه از اسحاق ابن عبدالرحمن شنیدیم که میگفت بشر المریسی یقول بقول صنف من زنادقه سیماهم کذا و کذا، گفت سخن میگه که با سخنی از زنادقه، از منافقین. و ابو بکر الاعین روایت میکنه که از ابا نعیم از ائمه اهل سنت است، روایت میکنه میگفت لعن الله بشر المریسی الکافر، الله سبحانه و تعالی بشر المریسی کافر کس لعنت بکنه. یا ابو نعیم کس متوفای 218 هجری است رحمه الله، متوفای 218 هجری است، قرن 2 است. او لعنت میکرد و بشر المریسی را تکفیر میکرد. و امروز کسایی هستن جهمیه و مرجئه، کسایی هستن که حتی خود به سلفیت نسبت میتن، اینا میگن که ائمه اهل سنت میگن به صورت اعیان میگن جهمیه رو تکفیر نکردن، یا میارن شبهه میارن که گویا امام احمد رحم الله معتصم تکفیر نکرده باشه و مأمون اینا رو تکفیر نکرده باشه، در حالی که از ائمه اهل سنت ثابت است که نام گرفته کسانی که مشهور بودن دعوت میدادن، نام گرفته اینا رو تکفیر میکردن، نام گرفته تکفیر میکردن اینا رو، مثل که از ابو نعیم نقل کردیم. راوی روایت میکنه که میگه از عباد ابن العوام شنیدیم که میگفت کلمت بشر المریسی و اصحاب بشر فرأیت آخر کلامه ينتهي الى ان يقول ليس في السماء شيء، میگه ما با بشر المریسی و یارانش صحبت کردم، دیدم که آخر سخنشان است که میگن در آسمان چیزی نیست، آخر سخنشان همی است که میگن در آسمان چیزی نیست، ولی انکار میکنن الله سبحانه و تعالی را. اما قدر است که با زبان نمیگن که ما منکر الله تعالی هستیم، لیکن وقتی که اقوالشان ببین اقوالشان همی است که در آسمان الله نباشه، معاذ الله، و الله پناه میبریم. و یحیی بن ایوب روایت میکنه می كنت اسمع الناس يتكلمون في المريسي فكرهت ان اقدم عليه حتى اسمع كلامه لاقول فيه بعلم. راوی میگه یحیی بن ایوب میگه ما از مردم شنیدم که در مورد مریسی روایت سخن میگن که مریسی اینطور میگه اینطور میگه ما دوست نداشتم که ای در مقابل از اقدام بکنم تا که خودم از زبان از نشنوم. میگه فاتیته، میگه آمدم در نزد بشر مریسی فاذا هو یکثر الصلاه علی عیسی ابن مریم صلوات الله علیه، میگه دیدم که میگه به عیسی ابن مریم علیه السلام میگه زیاد درود میفرسته، فقلت له انك تكثر الصلاه علی عیسی فأهل ذاك هو ولا أراك تسلي على نبينا ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من. گفت ما تو را میبینم که به عیسی علیه السلام درود زیاد میفرستی، اما به پیامبر صلی الله علیه وسلم بیشتر درود نمیفرستی، و در حالی که رسول صلی الله علیه وسلم از او بهتر بودن، افضلتر از اون بودن. فقال لي ذلك كان مشغولا بالمرأة والمشط والنساء. استغفر الله معاذ الله. انسان حیا میکنه از نقل کردن اقوال کفری از ائمه کفر و شرک. بشر مریسی ملعون میگه از پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه او میگه مشغول بود به زنا و مشغول به عطر و مشغول با این چیزا بود، میگه مشغول با خودش بود، میگه معاذ الله معاذ الله، الله لعنت کنه او را و پیروان از او را. و روایت دیگری که از بشر بن ولید است میگه كنت جالسا عند ابي يوسف القاضي فدخل عليه بشر المريسي فقال ابي يوسف حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الرؤيا. میگه ما در نزد ابو یوسف نشسته بودیم، شاگرد ابو حنیفه، میگه ما در نزد از بودیم که بشر مریسی ملعون داخل شد و ابو یوسف اما حدیثی که از جریر رضی الله عنه روایت است در مورد رؤیت الله سبحانه و تعالی، دیدار الله تعالی در روز قیامت به اهل ایمان، او را میگه روایت کرد. ثم قال ابو یوسف انی والله اؤمن بهذا الحديث واصحابه يكفرون به. میگه ابو یوسف به بشر مریسی گفت والله ما به این حدیث ایمان دارم و میبینیم که یاران تو به این حدیث کفر میورزن، کافر هستن. و ابو یوسف میگه کأنی بک قد شغلتك عن الناس خشبة باب الجسر فاحذر فراستي فإني مؤمن. یعنی به او اشاره میکنه تو هر قدر اگه خودت پنهان بکنی من تو را میفهم، یعنی فراستم است. و در اخیر کلمه میگه کلمه‌ای که خلاف اهل سنت است. ابو یوسف میگه فإني مؤمن، یعنی کلمه استثناء را به کار نمیبره، این از صفات مرجئه است. مرجئه کس میگن ما مؤمن هستیم، ما مؤمن حقیقی هستیم میگن. گفتیم ما در درس قبلی گفتیم که ابو یوسف کس از مرجئه بودن، ابو یوسف شاگرد ابو حنیفه کس مرجئه است و در اینجا هم کسم کلام مرجئه خود باز آشکار میکنه. و امام عبدالله رحمه الله از پدرش نقل میکنه، از امام اهل سنت احمد بن حنبل نقل میکنه که میفرماید كنا نحضر مجلس ابي يوسف وكان بشر المريسي يحضر في آخر الناس فيشغب فيقول ايش تقول و ايش قلت يا ابي يوسف. میگه ما در مجلس ابي یوسف میرفتیم که بشر مریسی هم در آخر و میامد و در آخر صف بود، میگفت چی گفتی ابی یوسف، چی گفتی ابی یوسف.
میگه پیوسته می تو صدا میزد فکنت اسمع ابا یوسف یقول اسعدوا به الی اسعدوا به الی. ابو یوسف میگه او رو بیارن پیش ما، او رو بیارن پیش ما. و میگه یک روز میگه به همین شکل گفت و ابو یوسف او رو پیش خود تلبیس. امام احمد رحمه الله میگه ما در نزدیکش بودیم، خب با ابو یوسف اینا مناظره داشت، گفتگو داشت. میگه من نفهمیدم و بعضی سخنای از نفهمیدم که چی گفت. میگه کسی به اون نزدیکتر به او گفتم که ابو یوسف به او چی گفت. گفت ابو یوسف به بشر مرسی گفت که لا تنتهی حتی تفسد خشبه. گفت تو یعنی کار تمام نمیشه تا که به صلیب کشیده نشوی، تا که قتل نشوی، کشته نشوی. و امام لالکایی از غالب ترمذی روایت میکنه که او میگه از ابو یوسف شنیدم، یک بار نه، دو بار نه، بلکه بسیار شنیدم که میگفت به بشر مرسی میگه وای حق وای بر تو، دع هذا الكلام، سخن ترک بکو، این کلام ترک کو. فكأني بك مقطوع اليدين والرجلين مصلوبا على هذا الجسر. گفت جزای تو یست، ما چیزی که میبینیم یست که باید دستت قطع شو و پاهایت قطع شو و به صلیب کشیده شوی. و عیسی بن حرب روایت میکنه میگه من از مصنع ابن سعید شنیدم میگه که لما قدم ثمامة ابن الاشرس الجهمي مر قال فخرجت يوما فلقيني مؤبذ فقال لي بالفارسية نحن اقرب الى الاسلام من هذا. زمانی که میگه ثمامه ابن اشرس جهمی که در مرو آمد، مرو یک منطقه از ازبکستان میباشه، میگه در اونجا آمد، میگه من بیرون شدم، میگه معبد یک قاضی بود، میگه قاضی را دیدم، قاضی به ما گفت که به زبان فارسی گفت که نحن اقرب الى الاسلام من هذا، گفت ما به اسلام از این که نزدیکتر هستیم، یعنی اینا در اسلام چیزی ندارن. ثمامه ابن اشرس که یه از رؤوس جهمیه و معتزله بود که قائل به خلق قرآن بود و این لعنت الله برای کافر باشه، در سنه 213 هجری هلاک شد. و این کافر ملعون کس بر 3 انبیا کس، 3 نبی الله کسی اینا رو متشبهه گفتگی است، مشبهه گفتگی است. موسی علیه السلام که ان هی الا فتنتک، با زمانی که الله سبحانه و تعالی قوم موسی علیه السلام گمراه کرد، قوم موسی علیه السلام به وسیله سامری گمراه شدن. موسی علیه السلام گفت ان هی الا فتنتک، این نیست مگر فتنه توی الله، یعنی تو آنها را امتحان کردی. و عیسی علیه السلام گفتگی است تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، گفت تو به نفسم میدانی و ما بر نفس تو نمیدانم. و محمد صلی الله علیه وسلم که گفتن که ینزل ربنا، گفتن که الله سبحانه و تعالی نزول میکنه. به این ثمامه ابن اشرس که از این کافر نجس ملعون میگه 3 پیامبر الله را، موسی و عیسی و محمد صلوات الله علیهم اجمعین، اینا رو میگه اینا مشبهه بودن، میگه لعنت الله بری و بر پیروانشان باشه. و روایت دیگری که از عیسی بن ابی حرب میگه از عمرو بن عاصب کلابی شنیدیم که میگفت او از ثمامه شنیده بود، ثمامه بن اشرس این جهمی کافر از شنیده بود که میگفت که ما اجل الله عز وجل احدا قط اجلا ولا رزقه رزقا قط ولو كان اجله ما كان على القاتل شيء ولو رزقه ما كان على السارق شيء. او کافر نجس میگفت که الله سبحانه و تعالی کسی را رزق نمیده و الله تعالی کس و اجل کسی هم دست الله نیست، معاذ الله از این اقوال کفری. آخر جهمیه همی است، آخر جهمیه و اشاعره و ماتریدی همی است که الحاد از کفر است، مثل که فخر الشرک رازی و ابن حجر هیتمی و کوثری حنفی جهمی کافر و امثال از اونا که از آخر به همین شکل ملحد شدن و کافر شدن. گفت که یعنی اجل به دست الله نیست، اگر اجل به دست الله می بود با کسی که قتل میکنه بر از او چیزی نبود، یعنی و میگه ما کان علی السارق شیء، میگه اگر رزقم به دست الله می بود میگه بر دوز میگه چیزی نبود، یعنی دوز میگه دستش قطع نمیشد، معاذ الله. باب دیگه ای که میخوانم در موردی است که میگه من زعم ان الله عز وجل لا يتكلم فهو يعبد الاصنام. باب در این مورد از کسی که میگه که الله سبحانه و تعالی سخن نگفته و در حقیقت که بت عبادت کرده است، نه الله تعالی را. امام دارمی رحمه الله در کتاب خود الرد علی الجهمیه میگه وقال الله لقوم موسی حين اتخذوا العجل، الله سبحانه و تعالی به قوم موسی گفت زمانی که گوساله را که از به عنوان اله خود گرفتن، گوساله سامری را. الله تعالی میگه افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. الله میگه آیا اینا نمیبینن که هیچ سخن به این بر نمیگرده، یعنی به هیچ سخن این گوساله نمیفهمه، نمیدانه و سخن گفته نمیتونه. ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، که و مالک ضرر و نفع هم نمیباشه. عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. الله تعالی از قوم موسی علیه السلام یاد میکنه که
اونا گوساله را به عنوان اله خود گرفتن، در حالی که او لا یکلمهم، به اونا سخن نمیگه، ولا یهدیهم سبیلا، هیچ راهی را بر آنها نشان نمیده. و امام دارمی رحمه الله میگه ففي كل ما ذكرنا تحقيق كلام الله وتثبيته نصا بلا تأويل. میگه کل آنچه که ذکر کردیم از کلام الله و تثبیت ثابت کردن است بدون تأویل. میگه الله سبحانه و تعالی از گوساله یاد کردگی است و گوساله عاجز است از اینکه سخن بگه و کلام داشته باشه. و الله سبحانه و تعالی میگه این بیان کرد که ان الله عز وجل غیر عاجز عنه، الله سبحانه و تعالی از این عاجز نمی باشه. و انه متکلم و قائل، و الله سبحانه و تعالی سخن میزه، سخن زننده است، و الله تعالی کلام داره و سخن میگه. لانه لم يكن يعيب العجل بشيء هو موجود به، زیرا الله سبحانه و تعالی با چیزی که با خودش نیست، با گوساله را با عیب نمیگفت برش. و الله سبحانه و تعالی از ابراهیم یاد کردگی است که ابراهیم علیه السلام به قومشان گفت، به قوم کافر خود گفت بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، بلکه وقتی هم بوتا که شکست و بوت تبرک از به گردن بوت بزرگ انداخت، وقتی که آمدن که ابراهیم علیه السلام بگیرن، ابراهیم علیه السلام گفت برین از بزرگش پرسان کنین، فاسألوهم ان كانوا ينطقون، از اونها پرسان کنین اگر سخن گفته میتونن. افلا تعقلون، آیا شما عقل نمیکنین؟ امام دارمی رحمه الله میگه فلم یعب ابراهیم اصنامهم الهتهم التي يعبدون بالعجز عن كلام الا وان اله متكلم قائل. میگه ابراهیم علیه السلام که بت آنها را، الهه آنها را، معبودان آنها را که با اونا عیب تراشید که اونا سخن گفته نمیتونن، میگه زیرا که میگه اله خود ابراهیم علیه السلام که الله سبحانه و تعالی میباشه و متکلم است و سخن میگه الله تعالی. و ابن خزیمه رحمه الله در کتاب خود توحید میگه قد اعلمنا الله جل وعلا في الآيات التي تلوناها قبل ان لله وجها. میگه به آیاتی که میگه ما تلاوت کردیم، میگه الله سبحانه و تعالی خبر داده است که برای الله تعالی صورت از وجه هست، الله تعالی صورت داره، چهره داره. و خبرنا فی محکم تنزیله انه یسمع و یرا، و الله تعالی در قرآن خبر داده است که الله سبحانه و تعالی میشنه و میبینه. فقال جل وعلا لكلمه موسى ولأخيه هارون صلوات الله عليهما انني معكما اسمع و ارى. الله سبحانه و تعالی به موسی و برادرش هارون به اونا گفته است که ما با شما هستم، با شما دو نفر هستم و اسمع و ارى، میبینم و میشنم و میبینم. و امام ابن خزیمه میگه وما لا يسمع ولا يبصر كالأصنام التي هي من الموتان، و کسی که نمیبینه و نمیشنوه او مثل بت‌هایی است که مثل مرده ها میباشه، نمیبینه و نمیشنوه. و همچنین امام ابن خزیمه میگه از ابراهیم علیه السلام نقل میکنه که ابراهیم علیه السلام زمانی که پدر خود گفت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، میگه ابراهیم علیه السلام گفت که ای پدر چرا ذات را مع کسی را عبادت میکنی که نه میبینه و نه میشنه و نه چیزی را میتونه از تو دور بکنه. میگه افلیس من المحال یادی بالحاجه ان یقول الخلیل الرحمن لابیه آزر لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ويعبيه بعباده ما لا يسمع ولا يبصر ثم يدعوه الى عباده من لا يسمع ولا يبصر كالاصنام التي هي من الموتان لا من الحيوان. عجیب نیست بر ابراهیم علیه السلام که ابراهیم علیه السلام پدر خود مخاطب بکنه و بیان بکنه چرا بت‌ها را عبادت میکنه در حالی که نمیبینه و نمیشنوند. یعنی بر اونها کس عیب تراشید، عیبشان این بود که نمیدیدن و نمیشنویدن. سپس میگه ابراهیم علیه السلام بیاید اونها را دعوت بکنه به سوی عبادت ذاتی که او هم نمیبینه و نمیشنوه. سبحان الله، مثل که جهمیه میگن که الله تعالی نمیبینه و نمیشنوه، مثل که اینا میگن. و امام بخاری رحمه الله در کتاب خلق افعال العباد میگه قال بعض اهل العلم ان الجهميه هم المشبهه لانهم شبهوا ربهم بالصنم والاصم والابكم الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يخلق. میگه جهمیه در اینا جهمیه کس اهل سنت مشبهه میگن. و امروز کس ماتریدی و اشاعره به شکل هستن، ماتریدی و اشاعره کفار علیهم لعائن الله، اینا میگن که اهل سنت میگن که اینا مجسمه هستن، مشبهه هستن، میگن الله رو تشبیه میکنن یا میگن بر الله جسم ثابت میکنن. امام بخاری رحمه الله میگه بعض از اهل علم گفتن، اهل علم سلف میگه اونا گفتن که جهمیه خودشان مشبه هستن، چرا که رب کس الله سبحانه و تعالی را با بت تشبیه کردن، یعنی نمیبینه و نمیشنوه و نه سخن میگه. و روایت دیگری که از ابراهیم بن زیاد است میگه سألت عبد الرحمن بن مهدی قلت ما تقول في من يقول القرآن مخلوق.
میگه از عبدالرحمن بن مهدی پرسیدم که از ائمه اهل سنت است و استاد امام احمد رحمه الله میشه. میگه از پرسیدم ما تقول فی من یقول القرآن مخلوق، میگه چی میگه در مورد کسی که بگه قرآن مخلوق است؟ قال لو كان لي عليه سلطان لقمت على الجسر فكان لا يمر بي رجل إلا سألته فإذا قال القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيت رأسه في الماء. میگه اگر به من قدرت میبود توانایی میداشتم با پول ایستاد میشدم، هر کسی که تیر میشد از قرآن پرسان میکنم، اگر میگفت قرآن مخلوق است میگه سرش میزدم و مینداختم داخل آب. اینجا چند مسئله از ثابت میشه. یکی امتحان گرفتن است، امتحان گرفتن ایمان که عقیده پرسان کردن عقیده است که عقیده تو در این مورد چی است، عقیده تو در این مورد چی است. امروز کسانی پیدا شدن که خدا به منهج سلفیت نسبت میدن و میگن ما سلفی هستیم، حتی خدا به جماعت های جهادی موسوم به جهادی هستن به اینا خدا نسبت میدن و میگن که مسئله امتحان گرفتن امتحان میگن از مردم، میگن از بدعت های خوارج است که از اینا از ایمانشان امتحان بگیری، میگن از بدعت های خوارج است. در حالی که میبینیم عبدالرحمن بن مهدی از ائمه اهل سنت و استاد امام احمد رحمه الله میگه من اگر قدرت میداشتم با پول ایستاد میشدم، هر کس که تیر میشد از او پرسان میکردم که عقیده تو در مورد قرآن چی است. اگر میگه قرآن مخلوق است میگه سرش میزدم و داخل آب میانداختم. و روایت دیگری که از ابا معاویه است، یعنی الضریر محمد بن خازم، موضوع روایت است که میگه الکلام فیه بدعت و ضلاله، میگه سخن گفتن در مورد قرآن که بگی قرآن مخلوق است میگه این بدعت و گمراهی است. ما تکلم فیه النبی صلی الله علیه و سلم ولا الصحابه ولا التابعون ولا الصالحون، میگه نه رسول الله صلی الله علیه و سلم سخن گفتن و نه صحابه و نه تابعین و نه کس انسانای صالحی که تیر شدن. روایت دیگری که از هارون بن معروف است میگه من زعم ان الله عز وجل لا يتكلم فهو يعبد الاصنام، کسی زعم بکنه الله سبحانه و تعالی سخن نمیگه و میگه در حقیقت بت عبادت کردگی است، بت عبادت میکنه. و محمد بن مصعب العابد میگه من زعم انك لا تتكلم ولا ترى في الاخره فهو كافر بوجهك، سبحان الله لا يعرفك. محمد بن مصعب العابد میگه به الله سبحانه و تعالی میگه یا الله کسی زعم بکنه که تو سخن نگفته ایستی ولا ترى في الاخره و در آخرت دیده نمیشی فهو کافر بوجهك، میگه یا الله میگه او کافر شدگی است به دیدار تو. لا يعرفك اصلا تو را نشناختگی است، نمیشناسه. اشهد انك فوق العرش، یا الله ما شهادت میتونم که تو فوق العرش بالای عرش هستی، فوق 7 سماوات بالای 7 آسمان هستی. لیس کما یقول اعداء الله الزنادقه، نیست مثل آنچه که دشمنای الله زندیق ها میگن. و ما همه شهادت میتیم که یا الله ما شهادت میتیم که رب ما الله سبحانه و تعالی بالای آسمان است و الله سبحانه و تعالی بالای آسمان بالای عرش است و الله تعالی بر عرش قرار گرفته است، الله تعالی بر عرش نشسته است و الله سبحانه و تعالی او قسمی نیست که اشاعره و ماتریدی کفار میگن که الله تعالی در هر جا است و علو الله تعالی را انکار میکنن. روایت دیگری از عبدالملک بن ماجشون است میگفت من قال القرآن مخلوق فهو کافر، کسی که بگه قرآن مخلوق است او کافر است. و راوی میگه از عبدالملک ما شنیدیم که میگفت لو وجدت المریسی لضربت عنقه، گفت اگر مریسی را یافتم گفت گردنش میزنم. و هارون ابن موسی الفروی کسی که از عبدالملک بن ماجشون روایت میکنه او میگه القرآن کلام الله لیس بمخلوق، قرآن کلام الله است مخلوق نمی باشه. من قال مخلوق فهو کافر، کسی که بگه که مخلوق است او کافر است. و من شک فی الواقف فهو کافر، و کسی که به کفر واقفه شک کنه و کفر کسانی که توقف کردن نگفتن که مخلوق است و نگفتن که غیر مخلوق میگه او هم کافر است. سبحان الله. این چند مسئله ثابت میشه. اینجا مسئله که کسی که توقف میکنه او رو تکفیر کردن، حتی تکفیر شده کسی که در کفر از اون شک بکنه، یعنی عاذر. این تکفیر عاذر است که بیخ از سلف یعنی اقوال صحیح ثابت است. و در تاریخ بغداد از ابو سلیمان داوود ابن حسن حسین بیهقی روایت میکنه میگه با ما خبر رسید است که حلوانی گفته است که ان لا اکفر من وقف فی القرآن، میگه من تکفیر نمیکنم کسی را که در قرآن کس توقف بکنه و نگه که مخلوق است یا غیر مخلوق. میگه ابو سلیمان میگه از ابا سلمه ابن شبیب پرسیدم که از علم حلوانی، میگه پرسیدم که او گفت یرمی فی الحش، گفت او طرف انداخته میشه. ثم قال ابو سلمه، میگه سپس ابو سلمه گفت من لم یشهد بکفر الکافر فهو کافر، گفت کسی با کفر کافر شهادت نته او کافر است، کسی با کفر کافر شهادت نته او خودش کافر است. و کسی که روایت میکنه میگه من از هارون در مورد لفظیه پرسیدم، کسانی که میگن لفظ ما قرآن مخلوق است،
گفت هؤلاء مبتدعة ضلال، گفت اینا گمراه هستن، بدعت گذارای هستن که گمراه هستن اینها. و ابوالحسن ابن عطار روایت میکنه که از سریج بن نعمان میگه شنیدم، میگه او میگفت که سألت عبدالله ابن نافع و قلت لا قبلنا من يقول القرآن مخلوق فاستعظم ذلك ولم يزل متوجعا حزینا يسترجع. میگه با او گفتم که در منطقه ما کسایی پیدا شدن که میگن که قرآن مخلوق است. میگه این سخن برای بسیار سنگین تمام شد، میگه بسیار حزین شد و انا لله و انا الیه راجعون میگفت. و عبدالله روایت میکنه، عبدالله ابن نافع میگه مالک گفت، مالک اینجا امام مالک رحمه الله است، امام مالک از ائمه اهل سنت میگه گفت که من قال القرآن مخلوق يؤدب و يحبس حتى يعلم منه التوبه. امام مالک رحمه الله گفت کسی که بگه قرآن مخلوق است ادب داده میشه، یعنی در زندان انداخته میشه، شکنجه میشه تا که از توبه ثابت شود. این خود در اینجا به این شکل گفته. روایت دیگری که امام حرب کرمانی از نقل میکنه و ابو نعیم در حلیه نقل میکنه از امام مالک، میگه کسی به امام مالک رحمه الله گفت که ما تقول فی من یقول القرآن مخلوق، چی میگه در مورد کسی که میگه قرآن مخلوق است؟ فقال مالک زندیق اقتلوه، گفت زندیق است و را بکشین. گفت و در اقوال دیگر او را امر دستور داده که کشته شود. و در کتاب السیر نقل است که امام مالک رحمه الله میگه من قال القرآن مخلوق یجلد و یحبس، کسی که قرآن بگه که مخلوق است شکنجه میشه و در زندان انداخته میشه. و در روایتی که بشر ابن بکر از مالک نقل میکنه میگه قال یقتل ولا تقبل له توبه. امام مالک رحمه الله گفت کسی بگه قرآن مخلوق است او کشته میشه و از توبهش قبول نمیشه. لیکن در ادامه همین روایت امام مالک رحمه الله میگه هر کسی که قرآن بگه مخلوق است میگه شکنجه میشه و تعذیب میشه تا که توبه بکنه. و قال مالک الایمان قول و عمل یزید و ینقص. و امام مالک در ادامه میفرماید که ایمان قول و عمل است. ایمان همی است که اقرار بکنی بر لا اله الا الله و تصدیق بکنی و عمل بکنی بر ازی. کسی که عمل نکنه یعنی ایمان نداره. یزید و ینقص، ایمان کس کم میشه زیاد میشه با انجام عبادات خیر، عبادات کس ایمان زیاد میشه و با گناه کس ایمان کم میشه. این برخلاف ابو حنیفه و مرجئه و کسانی که میگن که ایمان کم زیاد نمیشه. و امام مالک میگه الله فی السماء و علمه فی کل مکان لا یخلو من علمه مکان. الله سبحانه و تعالی خودش با ذات خوش در آسمان ها می باشه و علم الله تعالی در هر جای هست. از علم الله تعالی هیچ چیزی خالی نیست. و امام مالک میگه القرآن کلام الله عز وجل، قرآن کلام الله سبحانه و تعالی است. راوی روایت میکنه میگه ما در نزد سفیان ابن عیینه بودیم فتشوش الناس علیه فقال ابن عیینه ما هذا قالوا قدم بشر. میگه ما در نزد ابن عیینه بودیم که مردم به تشویش شدن، گفتن چی است؟ گفتن که بشر آمدگی است. گفت او چی میگه؟ گفتن میگه که القرآن مخلوق، میگه که مخلوق است. قال جیئون به و جیئوا بشاهدین حتی امر الوالی بضرب عنقه. گفت او را بیارین و 2 شاهدم بیارین تا والی را بگویم که گردن از او را بزنه. و روایت دیگری از عبدالله ابن احمد ابن شبویه روایت میکنه میگه از علی ابن حسن شنیدم که او از عبدالله ابن مبارک رحمه الله شنیده بود که عبدالله ابن مبارک رحمه الله گفته بود الایمان قول و عمل یزید و ینقص. ایمان که است قول است و عمل است، اقرار کردن و عمل کردن، زیاد میشه و کم میشه. و سمعته يقول إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. و عبدالله بن مبارک رحمه الله گفت ما کلام یهود و نصارا را، سخنهایشان، اقوال، بعض از اقوال آنها را نقل میکنیم، چون رسول صلی الله علیه و سلم میگن از بنی اسرائیل نقل بکنه اون چیزی که مخالف نباشه، و چیزی که مخالف با نصوص قرآن و حدیث نباشه از بنی اسرائیل نقل میشه. و همینجا عبدالله بن مبارک همین سخن میگه ما از اونها نقل میکنیم لیکن از جهمیه چیز را نقل نمیکنیم. میگه و از عبدالله شنیدم که میگفت نعرف ربنا عز وجل فوق 7 سماوات. عبدالله بن مبارک رحمه الله گفت ما رب خدا میشناسیم که او بالای 7 آسمان است. علی العرش، بر عرش میباشه. بائن من خلقه بحد، و از الله سبحانه و تعالی که از مخلوقاتش جدا میباشه. حد یعنی جدا از مخلوقات است. الله تعالی بالای عرش نشسته است. این نیست که الله سبحانه و تعالی در هر جای باشه، بلکه علم الله سبحانه و تعالی در هر جای است. و عبدالله بن مبارک رحمه الله میگه ولا نقول كما قالت الجهمیه ها هنا و اشار بیده الى الارض. عبدالله بن مبارک رحمه الله گفت ما مثل جهمیه نمیگیم که بگیم که الله تعالی اینجا است و در زمین اشاره کرد، مثل که امروز ماتریدی و اشاعره کفار کلشون به اقرار میکنن که میگن که الله تعالی میگن در هر جا است.
انکار میکنن از اینکه الله سبحانه و تعالی بالای عرش باشه. و این قول کس نه تنها از عبدالله بن مبارک بلکه از امام اسحاق ابن راهوی و امام احمد و باقی ائمه سلف از کل از اونها نقل است که اینا همین سخن میگفتن که الله سبحانه و تعالی جدا از مخلوقاتش میباشه، الله تعالی بالای عرش است. امام خلال در اثبات حد به الله سبحانه و تعالی نقل میکنه، میگه از قال الاثرم حدثنا القیسی. اثرم میگه از قیسی به من سخن گفت که او گفت قلت لاحمد بن حنبل، به احمد بن حنبل گفتم يحكي عن ابن مبارك قيل له كيف نعرف ربنا تعالى فقال في السماء السابعة على عرشه بحد. اثرم میگه که قیسی به من سخن گفت که ما به امام احمد گفتیم که از ابن مبارک ایتو نقل قول است که او میگه که از اون پرسیده شده که از رب خدا ما چطور میشناسیم، گفت که رب ما کس الله سبحانه و تعالی بالای آسمان هفتم به عرش میباشه و به حد، یعنی به حدی است که از مخلوقاتش جدا میباشه. فقال احمد هكذا هو عندنا. امام احمد رحمه الله به همین قسم در نزد ماست، به همین قسم گفت در نزد ماست. و امام دشتی رحمه الله در کتابی داره اثبات الحد لله تعالی، اثبات الحد لله تعالی، و در اونجا کس اقوال نقل کرده است بر الله سبحانه و تعالی حد تعیین کرده، یعنی الله سبحانه و تعالی جدا از مخلوقاتش میباشه. الله سبحانه و تعالی بالای عرش است و بر عرش قرار گرفتگی است، بر عرش نشستگی است. و روایت دیگری است که عبدالله بن ابی سلمه است، میگه بعث عبدالله بن عمر الى عبدالله بن عباس رضی الله عنهم يسأله هل رأى محمد صلی الله علیه وسلم ربه. میگه عبدالله بن عمر رضی الله عنه به عبدالله بن عباس رضی الله عنه نفر فرستاد، پرسان کرد که هل رأى محمد صلی الله علیه وسلم ربه، گفت آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم رب خدا دیده بودن زمان در شب معراج؟ فبعث الیه ان نعم، گفت بله، قد رآه، بله، گفت رسول صلی الله علیه وسلم الله سبحانه و تعالی را دیده بودن. فرد رسوله الیه و قال کیف رآه، رسول صلی الله علیه وسلم الله تعالی را چگونه دیده بودن؟ فقال رآه على کرسی من ذهب، میگه الله تعالی را دیده بودن که کرسی داره که از ذهب است، از طلاست. و کرسی در احادیث میایه که موضع القدمین، موضع یعنی جایگاه دو قدم الله سبحانه و تعالی میباشه. میگه تحمله 4 من الملائکه، که 4 ملک حمل میکردن کرسی را، ملک فی صورت رجل و ملک فی صورت اسد و ملک فی صورت ثور و ملک فی صورت نسر. میگه ملکی بود به صورت انسان، به صورت مرد، و ملکی به صورت شیر، و ملکی به صورت گاو، و ملکی به صورت کرگس، پرنده که بسیار قوی می باشه. و ایرکس امام ابن خزیمه در کتاب خود نقل کرده و ابن ابی شیبه ایرم نقل کرده و امام آجری هم در کتاب شریعی را آورده و ذهبی هم در کتاب خود العرش را نقل کرده. و به همین شکل امام خلال هم روایت میکنه که از عکرمه شاگرد ابن عباس است، از او پرسیده میشه که هل رأى محمد صلی الله علیه وسلم ربه، میگه قال نعم، میگه بله، رسول صلی الله علیه وسلم الله سبحانه و تعالی را دیدن. دونه ستر من لؤلؤ، که بین الله سبحانه و تعالی و رسول صلی الله علیه وسلم یک پرده بود از لؤلؤ، و پرده بود از لؤلؤ. و حدیث دیگر است که از عایشه رضی الله عنها در اینجا آورده نشده که عایشه رضی الله عنها میگه که رسول صلی الله علیه وسلم الله تعالی را در این دنیا ندیدن، لیکن ابن عباس رضی الله عنه میگفت که الله تعالی را رسول صلی الله علیه وسلم دیدن، الله تعالی را میگفت دیدن. و این دیدن که است، یعنی علما اختلاف دارن که یعنی دیدن است که رسول صلی الله علیه وسلم الله تعالی را با چهرهش ندیدن، چون الله تعالی در قرآن میگه لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، کسی الله را دیده نمیتونه و الله سبحانه و تعالی باقی را میبینه. و روایت دیگری از داود بن حسین از روایت میکنه فقال سأل مروان ابو هریره، مروان از ابو هریره رضی الله عنه پرسان میکنه هل رأى محمد صلی الله علیه وسلم ربه عز وجل، آیا رسول صلی الله علیه وسلم ربشان دیدن؟ میگه فقال نعم قد رآه، میگه بله میگه دیدن. و شما توضیح دادیم این مسئله را که دیدن بله، بینشان پرده بود، پرده ای که از لؤلؤ بود. الله سبحانه و تعالی چهره الله تعالی را ندیدن، چهره الله تعالی در روز قیامت آشکار میشه، الله سبحانه و تعالی به مؤمنین را نشان میده. حدیث دیگر است که از ابوبکر ابن ابی موسی الاشعری است، از فرزند صحابه است که از پدرش روایت میکنه، میفرمایه که رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن جنتان من ذهب آنیتهما و ما فیهما، گفتن 2 جنت است که از طلا میباشه
و ظرفاشون و هر چیزی که در او هست از طلا می باشه. و جنتان من فضة آنیتهما و ما فیهما، و جنت هایی است که از نقره می باشه، هر چیزی که در او هست و در ظرفش و هر چیزی که در او هست کلش از نقره می باشه. و ما بین القوم و بین ان ينظروا الى ربهم عز وجل الا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. بین قوم، بین مؤمنین، کسانی که در جنت هستند، و بین الله سبحانه و تعالی، دیدار الله تعالی، فقط لباسی است که ردای یک چیزی که انداخته میشه، میگه ردای کبریا است. ردای کبریا الله سبحانه و تعالی است که بر صورت الله تعالی انداختگی است در جنت عدن. و هر روایت دیگر از ابن عباس رضی الله عنهما میفرماید ینادی مناد بین یدی الصیحه یا ایها الناس اتتکم الساعه. میگه منادی ندا میزنه در روز قیامت که ای مردم، قیامت بر شما آمد. فیسمع الاحیاء والاموات، زنده و مرده هم میشنون. و ینزل الله عز وجل الى سماء الدنيا فینادی مناد لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. و الله سبحانه و تعالی به آسمان دنیا نزول میکنه و منادی ندا میزنه که امروز پادشاهی از آن کی است؟ لله الواحد القهار، که از الله یگانه و صاحب قهر است، از او میباشه. یونس ابی موسی الانصاری روایت میکنه، میگه از یونس روایت میکنه که او میگه از حسن در مورد قول الله سبحانه و تعالی پرسیدم که حسن چی است؟ انشاءالله امام حسن بصری است. از امام حسن میگه شنیدم که از که الله سبحانه و تعالی گفتگی است ولقد رآه نزلة اخرى، که الله سبحانه و تعالی را دیدگی است. حسن رضی الله عنه میگه قال رأى عظمة من عظمة ربه عز وجل اتشك یا عباد، عظمتی از عظمت الله سبحانه و تعالی، بزرگی از بزرگی الله سبحانه و تعالی را دیدگی است، آیا شک میکنه به این؟ میگه فسألت عكرمة عن ذلك فقال تريد ان اقول لك قد رآه. میگه از اکرمه میگه پرسیدم، اکرمه گفت که آیا میخوای ما با تو بگیم که بله الله تعالی را دیده است؟ فقد رآه ثم رآه ثم رآه حتى انقطع نفس اکرمه. میگه اکرمه رحمه الله گفت بله الله تعالی را دیدگی است، بله الله تعالی را دیدگی است، تا که میگه قریب و نفسش قطع شود. و دیدار الله سبحانه و تعالی را به شما گفتیم که به چه قسم دیدار بوده. و روایت دیگری که از ام سلمه است رضی الله عنها، ام المؤمنین، مادر ما و شما، میفرمایند ما کان اکثر دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا کان عندك. از او پرسیده میشه که دعای زیاد رسول صلی الله علیه و سلم چی بود که بیشتر دعا میکردن؟ گفت کان اکثر دعائه صلی الله علیه و سلم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. میگه رسول صلی الله علیه و سلم دعا میکردن که ای گرداننده قلب ها، قلب مرا برای دینت استوار بساز. این دعا را باید ما و شما هم زیاد بکنین. هیچ کدام از ما و شما نمیدانیم که خاتمه ما و شما چی میشه، با توحید میشه یا العیاذ بالله با کفر شرک میشه. الله تعالی ما را از کفر شرک نجات بده. این دعا را زیاد بکنیم تا الله سبحانه و تعالی ما و شما را با فضل خودش با توحید نگه داره و با توحید از دنیا ما را بمیرانه. ام سلمه رضی الله عنها میگه فقلت له یا رسول الله ما اکثر دعاک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. گفتم یا رسول الله چرا این دعا را زیاد تکرار میکنین؟ میگه رسول صلی الله علیه و سلم گفتن یا ام سلمه انه ليس من آدمی الا وقلبه بین اصبعین من اصابع الله ما شاء قام و ما شاء زاغ. رسول صلی الله علیه و سلم گفتن ای ام سلمه، گفتن هیچ بنی آدم نیست مگر اینکه قلبش به دو انگشت الله سبحانه و تعالی است. قلبش به دو انگشت از انگشتان الله سبحانه و تعالی است. ما شاء قامه، اگر الله تعالی بخواد او را استاد میکنه، یعنی بر توحید استاد میکنه. ما شاء ازاغ، اگر الله تعالی بخواد او را گمراه میسازه. در اینجا ثابت میشه که الله سبحانه و تعالی انگشتا داره و در احادیث دیگه ان شاء الله میخونیم که در احادیث میگه که الله سبحانه و تعالی 5 انگشت داره. الله سبحانه و تعالی هر دو دست الله سبحانه و تعالی که هر دو دستش دست راست میباشه و الله سبحانه و تعالی دستایش 5 انگشت داره. و در اینجا رسول صلی الله علیه و سلم بیان میکنن که قلب انسان که است، قلب بنی آدم که است، بین دو انگشت از انگشتان الله سبحانه و تعالی است. بس الله سبحانه و تعالی ما را بر توحید نگه داره، الله تعالی ما را گمراه نسازه. و باب دیگه ای که اینجا گذاشته امام عبدالله رحمه الله در مورد واقفه است. این در مورد واقفه است. واقفه ما شما بیان کردیم کسانی که توقف میکنن در ازی که نمیگن قرآن مخلوق است و نمیگن غیر مخلوق، توقف میکنن. و اقوال از امام احمد ما شما نقل کردیم که امام احمد میگه فرقه جهمیه 3 فرقه هستن. میگه
سه فرقه تقسیم کرد که یکی کسایی بودن که میگفتن قرآن مخلوق است، کسایی که اومدن توقف کردن و کسایی اومدن که لفظ قرآن گفتن مخلوق است. و امام حرب کرمانی رحمه الله در کتاب خود از سنه نقل میکنه و هم الذين يزعمون ان نقول ان القرآن كلام الله ولا نقول غیر مخلوق و هم شر الاصناف و اخبثها. میگه واقفه کسانی هستن که توقف میکنن، میگن که میگیم قرآن کلام الله است و نمیگیم که غیر مخلوق است، انا مخلوق میگه و انا غیر مخلوق. امام حرب کرمانی رحمه الله میگه اینا میگه بدترین صنف هستن و خبیثترین طایفه هستن اینا. و حسن بن ثواب میگه به امام احمد گفتم که واقفه چی کسانی هستن؟ امام احمد گفت صنف من الجهمیه استتروا بالوقف، گروهی از جهمیه هستن که در خود به وقف کس پنهان کردن، خود به این نام کس پنهان کردن، در حقیقت اینا هم جهمی هستن. و شاهین ابن سمیدع میگه از امام احمد شنیدم که او میگفت الواقف شر من الجهمیه، واقفه کس بدتر از جهمی هستن. و من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو کافر. و امام احمد گفت کسی بگه که لفظ به قرآن مخلوق است، تلاواتی که ما میکنیم مخلوق است، مثلی که اشاعره و ماتریدیه میگن، مثلی که اینا میگن، فهو کافر. امام احمد رحمه الله گفت او کافر است. و در کتاب سنه امام کرمانی از امام حرب کرمانی از ابراهیم بن حارث روایت میکنه که میگه ما از امام احمد سوال کردم در مورد کسی که نمیگه که قرآن مخلوق است و نمیگه غیر مخلوق. ما گفتیم که آیا اینا از جمله اهل سنت هستن؟ امام احمد گفت قال لا ولا کرامه، گفت هرگز اینا از اهل سنت نمی باشن، هیچ کرامت هم ندارن. لا یکون من اهل سنت، بل اینا گوین از اهل سنت نمی باشن. گفت قد بلغني عن ذاك الخبيث ابن معدل انه يقول بهذا القول، گفت به ما خبر رسیده است که ابن معدل این سخن میگه. ابن معدل خبیث، کلمه خبیث به کار برده امام احمد. گفت شنیدم که یک کس این سخن میگه و قد فتن به قوم كثير من اهل بصره، و مردم زیادی از اهل بصره کس گمراه کردگی است. و ابو داود در مسائل خود نقل میکنه که میگه از امام احمد شنیدم که از او پرسیده شد، میگه آیا رخصت است بر کسی که بگه قرآن کلام الله است ثم یسکت، پس ساکت شوه، یعنی نگویه که مخلوق و یا غیر مخلوق؟ فقال ولما یسکت، امام احمد گفت چرا ساکت میشه؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، او چیزی که مردم میگن اگر نمیگفت یعنی سکوت میکرد مشکل نبود. ولكن حيث تكلموا لأي شيء لا يتكلمون، گفت لیکن مردم وقتی که میگن قرآن مخلوق است، باید کسی که میخواد که از اونها فرق بگذاره باید بگه قرآن غیر مخلوق است، باید فرق بگذاره. امام عبدالله رحمه الله میگه از پدر خود امام احمد شنیدم که و سئل عن الواقفه، از او پرسیده شد در مورد واقفه ها، همین توقفی ها. فقال ابي من كان منهم يخاصم يعرف بالكلام فهو جهمي، گفت کسی از اونها باید جدل بکنه و در مورد از اینکه به ایستاد شه و کسی باشه از اهل کلام باشه، فهو جهمی، گفت او جهمی است. و من لم يكن يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع، و گفت کسی که از اهل کلام نباشه، یعنی از معتزله از اونها نباشه، اگه این گپ بگه گفت یجانب حتى يرجع، گفت از او دوری گرفته میشه تا که از سخن خود برگرده توبه بکنه. و من لم يكن له علم يسأل و يتعلم، اگر کسی علم نداشت در این مورد باید سوال بکنه و علم بیاموزه، بفهمه مسئله را. و امام خلال از مروزی روایت میکنه که امام مروزی میگه من از امام احمد شنیدم از کسی که توقف میکنه لا یقول غیر مخلوق، میگه که من میگم کلام الله و نمیگه که غیر مخلوق. امام احمد گفت ان العلماء، برش گفته میشه که ان العلماء یقولون غیر مخلوق، برش گفته میشه که ائمه اهل سنت اینا میگن که قرآن غیر مخلوق است. فان ابى فهو جهمی، گفت اگر ای باور زید بدون که او جهمی است. و امام احمد رحمه الله میگه در جای میگه که من کان منهم يحسن الكلام فهو جهمی، در مورد لفظی واقفه از او پرسیده میشه. همین کسایی که میگن قرآن توقف میکنه یا کسایی که میگن تلاوت ما میگن مخلوق است، از اینا پرسان میکنن. امام احمد رحمه الله میگه از اینا اگر کسی باشه که کلام مکس علم کلام مکس تحسین بکنه و برش یعنی چی بکنه او جهمی است. و قال مرة اخرى هم شر من الجهمیه، و در بار دیگر گفت اینا بدتر از جهمی هستن. و امام خلال روایت میکنه از ابو حارث که میگه ما از امام احمد برش گفتم که بعضی مردم میگن که این مردم واقف است، کسایی که توقف کردن بدتر از جهمی هستن. میگه امام احمد گفت هم اشد على الناس تربیه من الجهمیه و هم یشککون الناس. امام احمد گفت اینا گفت بدتر هستن از جهمیه و اینا کسانی هستن که مردم به شک میپرتن. ما به همین قدر اکتفا میکنیم ان شاء الله تعالی. و تا اینجا که از فتنه جهمیه و مسائلی که در مورد جهمیه بود اینا را خواندیم.
و از فردا به بعد رد بر اهل رأی است که امام احمد رحمه الله نقل کرده و امام فرزند امام احمد امام عبدالله در کتابش در مورد اهل رأی نقل کرده. انشاءالله ممکن 1 درس یا 2 درس یا بیشتر هر چقدر که شد در مورد اهل رأی سخن میگیم انشاءالله تعالی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.